علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوستان من شما خواب زیاد میترسم هر شب سیایی پخش میکنه. اگه نکنم همین رقم میترسم اگه سیام یعنی پخشم نکنم میگه سیایی میگیرش یعنی شب نمازم میخوانم در وقت خواب آیت الکرسی شریف هم میخوانم، اما زیادتر اوقات سیایی پخش میکنه. زیادتر کسا میگن این موضوع طبی است. خب اگه طبی است خب برو پیش دکتر. خواستم امروز شما شریک کنم چیکار کنیم. شب 3 بار گرفتیم و در بار سومی یک زن تنها پایش برام معلوم میشد که رنگ سیاه کالا داشت. میدوید گریان میکرد میفت کمک استاد محترم خیلی میگه اگر کلام آیت باشه بخوانم. خب یکی خواهم از کار صبح شام بخوانیم. خب صبح شام حسن المسلم یا پناهگاه مسلمان است اوره و دیگه از کار خواب زیاد است اوره. آیت الکرسی دیگه آیت قرآن سورت بقره را زیاد بخوانیم. آیت الکرسی را خیلی چند بار بخوانیم. أعوذ بكلمات الله التامة أعوذ بكلمات الله التامة من غضبي وعقابي ومن شر عبادي ومن همزات الشياطين ويحضرون. اینی را زیاد بخوانین. دیگه می چیزا را زیاد بخوانین و از الله مدد بخواین که چی را حل کنه و با اذکار خواب شوین. لا حول ولا قوة الا بالله ای را زیاد بگوین. خب میشه در مورد شرک دیگه قرآن که معلومات بدید. خب شرک خب واضح است که شرک در قرآن آمده که الله متعال میگه که بزرگترین جنایت گناه است شرک. ان شرک لظلم عظیم. شرک چی میگه؟ شرک در لغت به معنای حصه دادن به کس، سهم دادن یا سهم شدن در یک چیز. شریک یعنی کسی که سهم شود. شرک سهم و حصه را میگه. حصه مثل در دکان شریک است، نه کسی یعنی حصه داره، یا در موتر شریک است یا در خانه شریک، یعنی هم حصه زندگی داره. و در اصطلاح باز شریک کردن در ذات الله یا کسی را که مثلش بدانی یا در صفاتش یا در عبادت و حقوقش کسی را شریک بکنی، این را شرک میگه. مثلا در ذاتش بگوی دو اله، دو قدرت از در کائنات یا دو خالق هست یا دو این مشرک میشه. یا در صفاتش مثلا الله عالم الغیب است و غیر صفاتی که دارد تو بگوی دیگه کس هم غیب میدانه، این مشرک میشه. مثلا یک صفتش هم گرفتم. و در الوهیت عبادت همه انواع عبادت قلبی باشد، زبانی باشد، عملی باشد، مختص به الله است. دیگه کس به امرای شریک کنی مثلا عبادت قلبی را با دیگه کس انجام بدی، عبادت عملی را یا عبادت زبانی را یک نوع عبادت مثلا به مخلوق سجده بکنی بگویی یا از مخلوق مدد بخوای، مدد دعا خواستن عبادت است. شرک مشرک میشه از غیر الله یعنی مدد خواستن. اینی دیگه کوشش کنین درستی دمو که عقیده تان هم صحیح کنین. عقیده تان توحید باشه، سیایی و چیزا پخش نمیکنه. خب انشاءالله باز نمیترسیم. و همی قسم در شرک چیزا میاد همین نظام های کفری را قبول کردن. مثلا نظام غیر اسلام، دموکراسی باشه، سکولاریسم باشه یا چیز باشه چی میگه کمونیسم باشه، اینی نظام ها قوانین قبول کردن یا شرک است. بعضی های کار هم میکنه میگه ما دموکراسی را قبول داریم یا میگه قانون دیگرای قومی را قبول دارم امور این مشرک میشه. اطاعت از مخلوق مطلقا یعنی بدون قید و شرط. کسی مثلا یک عالم اطاعت میکنه میگه هر چی که میگه ما میکنیم، اگر که گپش مخالف قرآن اسلام باشه میگه قبول داریم، این مشرک میشه. یا از پیرا صوفیا و مریدا از پیر خدا اطاعت میکنن مطلقا، حتی به پیر سجده میکنن، او را غیب دان و جد روا میگن. در ما کارهایی که غیر از الله کسی کردن نمیتونه، این مشرک میشه. یعنی اطاعت از پدر مادر، از استاد، از علما هست، اما در جایی که مطابق چی مقید است، یعنی مطابق قرآن سنت. حکم الله را بیان کنه، حکم پیامبر را بیان کنه، دستور هدایت پیامبر را بیان کنه. اگر از اشکام خود فرمان میته حلال میکنه، حرام میکنه، چیز جایز ناجایز میگه، اطاعتش تو بکنی بفهمی که جایز گفت در حالی که ناجایز است، حلال گفت در حالی که حرام است، باز انسان مشرک میشه. دیگه شرک جزایش در دنیا این است که الله متعال ای را از بسیار نعمت ها محروم میکنه و گناهش نمیبخشه تا که توبه نکنه. اگر توبه کنه باز توبهش قبول میشه. در آخرت بر همیشه در آتش میماند بر همیشه. زیرا الله متعال در قرآن میگه که ما کان المشرکین یعمرون مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر
اولئک حبطت اعمالهم فی النار هم خالدون. این در آتش همیشه میمانند. بعضی وقت الله مشرکین در دنیا هم جزا میده، جزایش با مختلف سزا عذاب ها میده در دنیا هم. دیگه شرک بسیار عمل بد است، ضرر بسیار خطرناک داره، اعمال نیک انسان برباد میکنه. از شرک باید دور شویم. دیگه همین مختصر معلومات همی بود. الله از شرک نجات بده. پیامبر هم پناه میخواست الله من نعوذ بک من اشرک بک شیئا اعلم. یا الله از شرک پناه میخوایم، از این پناه میخوایم که با تو شریک بکنیم کسی را که میفهمم، و اعوذ بک واستغفرک لما لا اعلم، و بخشش میخوام چیزی که من نمیفهمم. شرک بسیار چیز بد است. دور شوین از آتش، مثل که از آتش میگریزیم. در یک جای به همین قسم از شرک و مشرکین شرک نفرت داشته باشی، باید براعت اعلان کنی، و از مشرک کسی که عقیده شرکی دارد اعلان براعت بیزاری بکنی.